برادرم، در زندگیت هیچ وقت التماس مکن وگر کردی به نامرد مکن. اگر مردی خیانت مکن وگر کردی بر رفیقت مکن. اگر مردی مال مردم مخور وگر خوردی از یتیم مخور. اگر مردی پشت به کس مکن وگر کردی به معبود مکن. در این دنیا دو سیمن هر کی می باشی باش، لیکن نامرد مباش. اگر از جانب طرفین شنیدی که برایت گفتن صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند، پس خوش به حالت که شیرین گفتار و شیرین رفتاری. اگر شنیدی که گفتن من گمان کردم که دوستی لیک دشمن بوده ای، من گمان کردم که مردی لیک نامرد بوده ای، پس خود خلاصه برار که چگونه مردی. زیرا دوستان خدا خدا نباشند، لیکن زی خدا جدا نباشند. مرد خدا و حقانی باش، باقی هیچ.